سلام پاسدار هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. داخل این ویدیو امروز قرار با هم دیگه بریم داخل سرور ماینمن پرکتیس بازی کنیم. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل من رو حتما ساب کنید که بهم کلی انرژی میده. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس ترو. اوکی بچه، اولین مچ رو با فایربال فایت بازی میکنیم که بله بچه، وینگایی هم که میبینید پشتمه رو تازه گرفتم، خیلی خفنن. و اینکه یه مقداری چون فایربالاش دیلی داره پرت میکنی، البته الان پینگ من خوبه 130، ولی خب یه موقعی که پینگ خراب میشه یه مومین افتادی تو ووی تنو فایربال چیزه. ای بابا داداش، وای بچه، یه باگی هم که ماینمن داره اینجا رو کنید. مثلا من خوام بپرم اینجوری بزنم، دیدید الان فایربالم چقدر دیر اومد، الان پینگم رفت بالا که فایربالم دیر اومد. کلا این باگا زیاد میخوره، یعنی که نه به خاطر پینگ ما ایرانی هست، ولی خب داداش what the fuck، این همه دادن چرا یه دونش نخورد؟ دلغه که ای بابا به قرآن نمیخواستم. وای چرا این فایربالش اینطوری اصلا عادت داشت خواهی منو ترپ کنی؟ داشت میکشت منو، باورم نمیشه آجی. چقدر بده پینگ، چقدر تازه پینگم 130 انقدر دارم عذاب میکشم. بابا این چه وضعشه ناموسن. هر 500 تاییتی که یارو میدم 2 تاش میخوره. اونجا دیدید بچه طرف اومد منو یه جوری زد صدا دادم، با اینکه منم داشتم بهش هیت میدادم هیتای من نمیخورد. مهم نیستش، داریم میایم. وای خود سی پی اس هم چقدر زیر، پینگم 200، باورم نمیشه. داخل ماینمن پینگم 200 دیگه. فکر کنید من با این پینگ بخوام برم های پیکسل. وای فایربالش یه موقعی پرت دقیقا مثل الان پرتت میکنه میری هوا، یه موقعی مثلا انگار نگو فایربال داری میزنی. چه وضعش آخه خدایا؟ کجاست داداش؟ این دیگه کجای دنیا؟ ای ولی جی فایربال رویال دیگه توی عمرم من تا حالا بازی نکردم، ولی خب تست میدیم ببینیم. بابا وای چرا اینقدر آیلندش چی بود؟ من اصلا انتظار نشیم چه گیم مودی باید چیکار کنیم. خب چست what the fuck چست، چرا 4 نفریم؟ وات آیتم از تو چست در میاد. اندر اینو فکر کنم بهتر آیتم هاش پشما اویرنسورد داد. اوکی الان فکر کنم گرفتم چی آیتم های وسط خیلی اوپی ترن. 5 تا فایربال دارم. این چست میده. بدم و زد دلغک. اوکی اصلا حواسم به بد بیریجک داره طرف. میرسه دیگه. چرا نباید برسه؟ ای خدا. اوکی دوباره اومدم همین گیم بود واقعا. نه وای اشتباه کردم، حواسم نبود که اینجا نباید. چی پرتابی شدم آجی. اوکی باید سریع برم میده. باید این داداشم هم وینگ داره. ایول چه چیز مهمی. داداش شف وات فایربالش دمیج داره به میده، به خدا فایربالش. وای حاجی نتونستم یه هیت به یارو بدم. وای اینجوری نباید فایربال زد. من به همین چست اینجا هم راضیم، به خدا همینم از ما بس. گو خوردم طرف را فرای بدم. اوکی من اوکی چقدر سریع زد داداش. بابا بازارم نمیشه what the fuck. مثلا دیگه دلم نمیخواد فایربال رویال بازی کنم، خیلی چرت نبود، بازیش باحال بود، ولی خب باید بلد باشی. اگه این گیم مود با یکم پینگ بهتر بود خیلی بهتر میشد. داداش زیر ما رو نکشی دقیقه خواهش میکنم. چیکار داریم میکنی؟ بیا منم بلدم. این حرکت کسافت ها بلاکیت عملا جواب طرف من ایگنور کرد. خب من با این یه چی اشتباه کردم دیگه. زد بله. اوکی من اونور نمیرم، من اینور میرم. منطقیه. داداش الان میاد یه جوری منو میزنه با پینگش که پینگش 25. وای باورم نمیشه من چه شانسی دارم در مقابل این داداشمون با پینگ 160، اون با پینگ 20 و من با اچ پی. میخواد ترپ هم کنه.
بشید تا من بیام تا منو ترپ کنی. اون بلاش نداره، نمیدونم داره چیکار میکنه. داش فاز چی؟ به منو بزن. عملا که من تو میخورم. یه ذره اسپین پرشه میام برات. مثلا الان گو خوردم. داداش شیطام نمیخوره. وای فیستر رو میکرستم. ای بعد هیچی. مچ بعدی و یه داداش دیگه که پینگش این دفعه یه مقدار بالاتره. 90. عالیه. بازم من با پینگ 100 قرار باخت باش. هیچی دیگه. بیلیجم هم که افتادم. الان طرف میاد خودمو میزنه، بدمو میزنه. شایدم نه. شایدم وای کلوچ کردم پشمام. بکش بیلیجشو خراب کن تیرکس من بازی. با داداش هیت بخور. جون بچت هیت بخور. وای باورم نمیشه حاجی 500 تا هیت بشن. طرف سی پی اس حالیش نیست. چیزی به اسم سی پی اس توی محله. داداش سوپرمن شد. وای دیدید بچه دیدید من هیت دادم بهش 2 ساعت بعد مرد. عملا 2 ساعت بعد مرد. ببخشید اگه هیتم بهت بخور. آها خورد عملا. ایوه لفت جی منو زد. یه مچ دیگه بت فایت اون نشه. این دفعه داداش پینگش با من وای افتادم. اوکی از همینجا میام چون من جنگم بالاه. از همون جای قبلی میام. ای داداش افتاد. مرسی بابت بیریج. ای بابا what the fuck بلاکامو داره بر. بچه ها دیگه خودتون دیدید من دیگه الکی بهونه نمیارم. دیدید که بلاک های منو چجوری برداشت. خدا وکیلی خودتون دیدید که چی کار کرد با من. داداش بلاک هم دارم دمیج میخورم. وای باورم چقدر من بدبختم. وای چه اتفاقی داره میفته. داداش یه 2 دقیقه اینقدر بلاک نذار. کشتمش به یه چیزی کشتم برادر رو. نمیدونم چجوری فقط میدونم مرد. داشت بیا اینجا یه دونه کسافت بازی بزنم. هیتم نخورد. وای باورم نمیشه چه گیمی. پینگم 300 بچه. پینگم 300 داخل ماینمن پینگت 300 باشه واقعا هنر میخواد. بیا اینجا داداش جون بچه یه 2 دقیقه. وای بکش بدم بزن. وای هیچ شانسی ندارم در مقابل حتی با هم پینگ خودم که من. وای چی بگم. یارو اینجا عملا بلاکای منو وای ریدم. نه وای بدشم من بزنم. که اومدیم تو گیم مود من بچه. اینجا گیم مود منه. بله همه میدونیم که اینجا گیم مود من. عملا بلاک گذاشتم 10 دقیقه بعد بلاکم برداشته شد. اینجا گیم مود منه به شرط اینکه پینگم با من یاری کنه. وای باورم نمیشه خودم ریدم. این دیگه ربطی پینگ نداشت. ایول قرار بولی بشم توی گیم مودی که تو حرفه‌ایم. حتی به خاطر چی؟ به خاطر پینگ بالا. داشت چجوری داری وای نشد. بابا طرف باز زنده است. خدای من به بلاک کندم. به قرآن بلاکو کندم. هیتم نخورد. ای خدا. ببینم میتونم یه دونه جون مادرت من یه دونه بگیرم. آخش بالاخره یه دونه تونستم بگیرم با این پینگ. بالاخره تونستم بعد سالها یه دونه اسکور بگیرم. داداشمون یه جوری داره پلی میده انگار نه انگار پینگ اونم 100. داش به قرآن تو هم داری با پینگ من بازی میکنی. چه جوری چی اوکی یکی دیگه هم میگیرم ازش. بوبوسم که کار نکرد. باورم نمیشه. آخه خدای من مگه داری چرا من انقدر بدبختم؟ همه داخل کامنت ها بهم بگی چرا من انقدر بدبختم. طرف چه کلوچی حاجی. چه کلوچی کردم. پشمام تریبل بلا کلوچ بنازم دیگه. اسکیل دیگه همه اینو کلاچ خودم من استفاده میکنه تا اینکه منو بزنه. مرسی بابت اینکه نه زندم. کجا در میاد الان؟ خدا بره تمومه. وای باورم نمیشه. ای خدا. بله بچه همونطور که مشاهده میکنید بعد از یک کرش خیلی مشتی که کردم سرور رفت در دست تعمیرات. الان من نمیتونم جوین سرور بشم. یعنی این شانس منه.
این بدبختی منه. فیل تو لاگین نمیدونم چی سرور currently down for maintenance اگه درست خونده باشم. یعنی من انقدر بدبختم که سرور رفت برای تعمیرات، باورم نمیشه. خدای من ای خدا. اوکی بچه از اونجایی که ماین دیگه بسته شد و اینکه نمیتونستم اوترو بگیرم، میخواستم ادامه بدم، قرار نبود اون مچه آخر باشه، ولی خب چون بسته شد دیگه، چون موضوع ویدیو هم ماینمن بود دیگه، مجبورم که ویدیو رو ببندم. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل منو حتما ساب کنید که بهم کلی انرژی میده. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.